علمای اهل تشیع افغانستان میگویند که هیچ نوع تهدیدی نمیتواند مانع برگزاری مراسم عاشورا در کشور شود. ده تن از این علما که روز شنبه در کابل گرد هم آمده بودند بر نیاز ایجاد هماهنگی لازم میان برگزار کنندگان مراسم عاشورا و نیروهای امنیتی افغان تاکید کردند. سید عیسی حسینی مزاری، یک تن از برگزار کنندگان این نشست، در صحبت با خبرنگاران حضور داعش در افغانستان را تبلیغات روانی خوانده و بر برگزاری مراسم عاشورا همانند سالهای قبل تاکید کرد. کسانی هم که وظیفه دارد در رابطه با برگزاری ایام و لیالی محرم و به خصوص تاسوعا و عاشورا قطعا آمادگی هر گونه برخورد با هر گونه مشکل و مصائب را دارد و به هیچ وجه دست از برگزاری شعائر خدا و ترویج و به هر حال تبیین اهداف امام حسین دست بر نمی‌دارند و نه می‌هراسند. روز عاشورا همه ساله در افغانستان با مراسم با شکوه برگزار می شود و در این روز اکثر جاده ها در اثر گشت و گذار موترهای اهل تشیع مسدود می گردد و شماری از جوانان شیعه دست به سینه زده و برخی هم با تیغ و زنجیرها خود را خونالود می سازند. در این حال علمای دین از جوانان می خواهند تا به جای ریختن خونشان بر روی جاده ها آن را برای تداوی هموطنان زخمیشان در بانک های خون اهدا کنند. گفته می شود که داعش یا گروه دولت اسلامی هشدار داده که بالای اشتراک کنندگان مراسم عاشورا در افغانستان حمله خواهند کرد. در این حال قماندان امنیتی کابل می گوید که برای برگزاری مراسم عاشورا در کابل تدابیر لازم اتخاذ شده است. از عاشورا یا دهم محرم الحرام همه ساله در اکثر کشورهای اسلامی با برگزاری مراسم خاص گرامی داشت می گردد.